توجیکستان خواستار مساعدت امریکا برای به تاجیکستان جدا کردن واکسین‌های فایزر و مدرن شده است. در این باره وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در سامانه رسمیش با نتیجه گیری از قسمت اقتصادی و انرژتیکی مشورت‌های سیاسی نوبتی میان جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا که روز 1 ایول در شهر واشنگتن دایر شد خبر داده است. وزارت اقتصاد همچنین خبر داد که سال 2021 کمک اجنسی رشد بین المللی آمریکا به تاجیکستان در حجم بیش از 46 میلیون دلار پیش بینی شده است. بنا به گزارش سامانه وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 1 ایول سال 2021 وزیر رشد اقتصاد و سودا زفقزاده زفقی امین قسمت اقتصاد و انرژتیکی مشورت‌های سیاسی نوبتی میان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن را یکجا با مت ماری معاون یاردمچی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا عاید به اقتصاد و تجارت رئیسی کرده مسائل استفاده پوره امکانیت‌های سودا و سرمایه‌گذاری دوجانبه، همگیری منطقوی، پیشگیری تغییریابی اقلیم و محیط زیست، کرونا ویروس کووید 19 و تندرستی را با جانب ایالات متحده آمریکا محاکمه نمودند. قید گردید که همکاری‌های تجارتی اقتصادی با ایالات متحده آمریکا سال تا سال رشد کرده به سطح صفت نو برآمده‌اند. جانب‌ها به موافقه آمدند که جهت استفاده امکانیت‌های وسیع تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا برای منفعت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان در سمت‌های سفربر نمودن دستگیری‌های مالیوی و تکنیکی علاوه‌ای از جمله توسط اجنسی رشد بین المللی آمریکا و اکسیم بانک ایالات متحده آمریکا تهیه و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در ساحه انرژتیک سبز، پیشگیری تغییریابی اقلیم و حفظ محیط زیست، بهتر نمودن دسترسی اهالی به آب نوشاکی، پیشگیری و کم کردن پنشوی بیماری سراطی کووید 19 و حفظ تندرستی و اجتماعی اهالی و از بین بردن مانع‌های موجوده کارها را تقویت می‌دهند.